سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. شرک آوردن به خدای تعالی. شرک این آوردن شریک به الله تعالی و پرستیدن آن در برابر او تعالی، یعنی خدا پنداشتن آن می باشد. هر گونه چیز یا جاندار مثل آدم، پیامبر، شیخ، جین، آفتاب، ماه، ستاره و مانند اینها می توانند به حیث خدا پنداشته شوند. الله تعالی درباره شرک چنین می گوید: به نام خداوند بخشنده و مهربان، البته خدا گناه کسانی را که به او شرک آورند نمی بخشد و غیر این هر کی را خواهد می بخشد. به درستی کسی برای خدا شریک مقرر می کند، خدا بهشت را بر وی حرام کرده است و جای او دوزخ است. به خدا شریک مقرر مکن، به درستی که شرک ستم بزرگ است. تقدیر آدمی که دیگر خدایان را می پرستد و شخصی که مشرک مرده است آتش دوزخ می باشد. اما آدمی که این دنیا را با ایمان کامل در دل ترک کرده است، به همه آن گناهان و عذابی که می بیند نگاه نکرده به جنت خواهد درآمد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کنند: آیا نمی خواهید بدانید که بزرگترین گناه کدام است؟ این شرک است. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: از صادر کردن 7 گناه مرگاور احتیاط باشید و ضمن آنها شرک را نامبر کرد. حدیث دیگری را ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باد روایت می کند: روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحاب گفت: آیا نمی خواهید بر شما بگویم که کدام گناه ها بیشتر گرانترند؟ و این سخن را 3 مرتبه تکرار کرد. آنها گفتند: البته ای رسول خدا. پس او بگفت: این شرک و سرکشی از فرمان پدر و مادر است. بعد از آن از جای خسته یک چند بار علاوه نمود: ما مجبور بودیم که بگوییم ای کاش که او از گفتن این سخنها باز ایستد. إني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح